خب من با اجازهتون کامنت ها رو میبندم و بحثمون رو شروع میکنیم. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. عرض ادب، سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان گرامی، دوستان بزرگوار، همراهان گرامی که منت میگذارید و تشریف دارید و خدمت دیگر دوستانی که در آینده این مبحث رو مشاهده خواهند کرد. من بحث امروزم خب در مورد رفتار گله‌ای بود. حالا شاید یه خورده مثلا این کلمش کلمه قشنگی نباشه، ولی خب من این رو با یک بیت شعر شروع میکنم. معمولا خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. خب همونطور که همه شما دوستان عزیز میدونید، هر رفتاری که از یک انسان یا از یک مجموعه از آدم ها سر میزنه ناشی از یک تفکره، یک تفکری که این تفکر حاصل آموزش هاست، حاصل رفتار جمعیه، حاصل اتفاقاتیه که در محیط پیرامون ما و در وراثت ما وجود داره. همونطور که میدونید، حالا بعضی میگن که رفتار وراثتی نیست، ولی خب به مرور رفتارها در وراثت ما شکل میگیرن و ما اونها رو انتقال میدیم، این رفتارها رو، و فرزندان ما هم شبیه به ما میشن و اینکه رفتارهای جمعی هم به مرور در وراثت جمع میشه و این رفتارهای جمعی در یک جامعه میتونه گسترش پیدا کنه. به طور مثال شما میرید توی یک جامعه ای میبینید میگن مردم فلان کشور، حتی کشوری من دارم صحبت میکنم، مثال میزنم، مثلا میگن آلمان ها مردم یه مقدار خشکی هستن و خیلی منظمن. بعد میایم مثلا ایرانی ها یه سری رفتارهای خاص خودشون رو دارن که دیگه خودمون از همه بهتر میدونیم رفتارهامون. میریم توی کوچیک‌تر میشیم، میریم توی یه شهر، میبینیم رفتار جامعه یک شهر، مردم یک شهر شبیه به همن. مثلا میگن یه شهر خسیسن. البته خب اینا چیزایی که گفته میشه. مردم یک شهر یه مقدار مثلا شاید خشنن، مردم یک شهر خونگرم و مهربان و مهمان نوازن. بعد میریم یواش یواش باز دوباره کوچیک‌تر میشیم، میریم تو خانواده، میبینیم مردم جمعیت یک خانواده یک رفتارهای خاصی دارن. هر رفتاری که سر میزنه در واقع حاصل یک سری از تفکرهاست. این تفکرها چجور به وجود میان؟ این تفکرها از آموزش‌ها به وجود میان و این آموزش‌ها به مرور زمان در وراثت ما، در ژنتیک ما هم میاد تاثیر میذاره. ببینید یک کتاب بهتون معرفی میکنم، پیشنهاد میکنم دوستانی که به مباحث روانشناسی و تحلیل رفتار متقابل در واقع علاقه‌مند هستن و دوست دارن این کار رو انجام بدن، یک کتاب هست به نام کتاب تحلیل رفتار متقابل به نام وضعیت آخر. این کتاب نوشته تامس آهریس و اریک برن هست که در رابطه با وجوه شخصیتی انسان‌ها صحبت میکنه. این وجوه شخصیتی توی این کتاب آنها معتقدند که انسان از لحاظ وجه‌های شخصیتی به 3 بخش تشکیل میشه. بخش والد که دریافت هاست، که از زمانی که نطفه تشکیل میشه و حتی قبل از اون یک سری دریافت ها داشته و هست. خب همون بحث ژنتیک و وراثت و این داستان هاست و از زمانی هم که دریافت هایی صورت میگیره. بعد از اون یه بحث وجه دیگرمون میشه وجه احساسی یا اصطلاحاً وجه کودک ما. وجه دیگر وجه بالغ و منطق ماست که این بر اساس یک سری آموزش ها و منطق گرایی است که بهش میگن وضعیت آخر، که یعنی بهترین وضعیت و وضعیتی است که شما والدو دارید، احساس و یک کودکتون هم فعال هست، ولی با یک سری تفکرها و یک سری منطقها رفتارهایی رو انجام میدید. متاسفانه در یک سری، حالا میخوام در مورد رفتار گله‌ای صحبت کنیم، رفتاری که شاید ریشش والدگرایانه است، یعنی منطق یه مقدار توی این گونه رفتار اصطلاحاً تعطیل میشه، یعنی منطق یه جورایی کرکرش رو اصطلاحاً میدیم پایین. در واقع تفکر والدگرایی تفکریه که وجه رفتار گله‌ای رو تقویت میکنه. تفکر والدگراییه تفکری که مثلا ما یه سری رفتارها رو به صورت جمعی هممون با هم انجام میدیم و یک سری رفتارها همش بر مبنای احساسات ماست، منطق درش نیست، عقل و خرد رو خیلی توش دخیل نمی کنیم. توی جامعه ما متاسفانه شکل آموزش به شکلی هست که تفکر والدگرایی غالب هست بر تفکر منطقی. مثال میزنم براتون.
شما میرید توی خیابون میبینید پدرتون دعوا شده، حالا یا یکی از اعضای خانواده که حالا خیلی بهش دوستش هم دارید، خیلی احساسی و در همون لحظه والد شما دریافت‌های گذشته شما به شما میگه در این لحظه شما باید فقط بری دعوا کنی سر اون، در واقع به نفع اون کسی که فامیل شماست و بری بزنی. حالا اگر منطقی بخوای به موضوع نگاه کنی شاید مقصر اصلی همون کسی باشه که به من نزدیک تره. یا مثلا میبینید مثلا در یک سری حالا رفتارها مردم میرزن توی خیابون، مثلا میگن یه دفعه میگن همه با هم میرن یه اعتراض میکنن، همه با هم میرن یه حرکتی انجام میدن. بعد میبینی از مثلا 10 میلیون آدمی که مثلا حالا 1 میلیون آدمی که توی خیابونن 999,000 نفرش اصلا نمیدونن واسه چی اومده، فقط اومدن. و این تفکر والدگرایانه از خانواده و آموزش و کلا در مسائل ما ریشه داره و اینکه این رفتار در واقع نمود بیشتری داره توی جامعه ما که به شکل یک مدل ذهنی در اومده توی جامعه ما و این مدل ذهنی متاسفانه وجود داره و در تمام رفتارهای ما هم دارن نمود خودشون نشون میده. حالا چه حتی معامله‌گری در بازارهای مالی، یعنی من دارم توی بازار مالی هم بر اساس همین تفکر و بر اساس همین دیدگاه دارم معاملاتم رو انجام میدم. وارد میشم، وارد بازار میشم، با چه دیدگاهی وارد میشم؟ با دیدگاه مثلا گله‌ای. همین اتفاقی که الان تو بورس افتاده، چرا همه دارن ضرر میکنن؟ چرا بورس ما الان وضعیتش اینجوره؟ چرا بورس یهو میره بالا یهو میریزه؟ بعد چرا الان خیلی اصلا ضرر کردن؟ ازشون بورس چرا اومدی تو بورس؟ چون فلانی اومد. چرا ضرر کردی؟ نمیدونم. همه دارن ضرر میکنن. دقیقاً همین تفکر والدگرایی هست که منطقی درش وجود نداره. ما حتی تو ضرب المثل هامون هم تفکر و آموزش والدگرایی رو داریم. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. یا اینکه مثلا داری یه کاری انجام میدی که بقیه انجام نمیدن، خیلی راحت میگن فقط تو فکر میکنی داری درست رفتار میکنی. یعنی خیلی راحت اینو بهمون میگن. خب حالا همه دارن اشتباه میکنن، تو داری درست میگی. خب و این اصطلاحی هست حالا جدیدن هم مد شده، تو خوبی. خب و اینکه یعنی همه بدن، یعنی شما هم مثل بقیه باش. و اینکه اگر میخواهیم به جای متفاوتی در زندگی برسیم باید رفتار متفاوتی داشته باشیم. و اینکه حالا نه اینکه ساختار شکنی کنیم ها، یه سری ساختارها نباید شکسته بشود، ولی منظورم اینه که ساختارها رو بشکنیم، ساختارهایی که بر اساس عقل و منطق ما پیش میره. در رفتار گله‌ای افراد فارغ از تمام باورها، اصول و گرایش‌های فکری خودشون و نگرش‌هاشون و پارادایم‌های ذهنیشون مثل دیگران رفتار میکنن و فکر میکنن که بقیه از اونا بهتر فکر میکنن و فکر میکنن که دیگران بهتر از خودشون میفهمن و فکر میکنن که جمع تصمیم بهتری داره میگیره برای اونها، در صورتی که گاهن جمع هم اشتباه میکنه. ما بارها دیدیم که جمع اشتباهات زیادی داشته. ما در رفتارهامون داریم میبینیم توی اینستاگرام یه رفتاری ترند میشه، رفتار غلطه ولی که همش داره ترند میشه و همه افراد دارن رو ترند میکنن و دنبال میکنن. چرا؟ چون حتی نمیدونیم چرا، فقط چون این تفکر والدگرایانه در وجود ما وجود داره ما بر اساس اون حرکت میکنیم. در واقع در رفتار اصطلاحاً گله‌ای افراد مثلا تفکر خودشون رو دیگه دخیل نمی‌کنن، منطقشون رو دخیل نمی‌کنن و فکر می‌کنن دیگران خیلی بهتر از اینا و بهتر از اونها تصمیم می‌گیرن و در واقع تحلیل تعطیل، عقل تعطیل، منطق تعطیل و فقط یک احساسی میاد و اون والد رو میگیره و ادامه مسیر رو طی میکنه. به طور مثال اگر بخوام باز دوباره بگم، مثلا تعطیل میشه، همه میرن شمال. این تهرانی که الان ما داریم توی زندگی میکنیم، مثلا میبینید که یه دفعه همه بلند میشن میرن شمال. خب 10 میلیون آدم راه میفتن به سمت شمال، یه جاده باریک خطرناک، ولی چون همه دارن میرن شمال منم باید برم شمال. حالا برو جنوب چه اتفاقی میفته؟ و اینکه حاضرن جانشون رو به خطر بندازن، حاضرن این مسیر طولانی رو کنن، زجر سفر رو به خودشون، حتی زجر سفری که میخواد بهشون خوش بگذره رو به جونشون میخرن، چون همه دارن میرن شمال. همه میرن تو بورس، منم باید برم تو بورس. آقا شاید شما تخصص بورس نیست، شاید اصلا شما به درد بورس نخوری، شاید اصلا شما این تخصص شما نیست. همه میخوان برن ایران خودرو بخرن، منم میرم ایران خودرو میخرم. همه میرن ازدواج میکنن، منم باید ازدواج کنم. شاید شما شرایط ازدواج نداشته باشی، شاید الان هنوز هیچ بستری برای ازدواج برای شما فراهم نشده، حتما باید برید ازدواج بکنید. همه دارن درس میخونن دکتر شن، منم باید برم درس بخونم دکتر شم. میپرسی خب چرا میخوای دکتر شی؟ بعد میبینی شما میتونی یه متخصص دیگر در زمینه برنامه‌نویسی باشی، ولی چون همه دارن درس میخونن، اقوام ما رفتن دکتر شدن چند تاشون، من هم باید دکتر بشم. و هیچ منطقی در این طور شرایطی وجود نداره
و این میبینیم که ترند میشه رفتارهامون توی یک مسیری همه هم دنبال هم راه میفتیم. رفتار گله‌ای تو بازار سرمایه و تو معامله‌گری ناشی از دو تا تفکره. خب یکیش همون تفکر گله‌ای والدگرایانه است که حالا صحبتش کردیم دیگه، همه ما درگیر اون تفکر والدگرایانه‌ایم. و یکی دیگهش این هست که فومو، این که دیگران بردن خوردن. خب یعنی ما اگر توی بازار سرمایه میبینیم یک رفتاری به صورت گله‌ای داره شکل میگیره، همش رو نندازیم بر گردن داستان تفکر بر گله. این رو میتونیم بر مبنای بخشیش هم فومو در نظر بگیریم، ترس از این که دیگران بردن خوردن و من جا موندم. الان یه بخشی از افرادی که در همین جامعه ما متضررن از بازارهای سرمایه، اسیر یا رفتار گله‌ای هستن که باز بدو بریم تو بورس. یکیش هم فومو هست که حالا شاید تو این بار توی این دوره از رفتارهای جامعه ما این بخش فومو یه مقدار اصطلاحاً برجسته تره، حالا بتونیم بگیم مثلا این بولتره، چون خیلی ها اومدن دیدن که یه عده دارن از بازار سود میکنن. الان مثلا یه بحثی که هست، بحث همین اتفاق فومویی که هست، یه عده الان هی وارد بازار مسکن میشن، در صورتی که بازار مسکن به نظر من خیلی الان حبابش بزرگ است. البته خب ما تورممون خیلی سریع میاد این رو پوشش میده، این اصلا بحثی درش نیست، ولی یه بخشی از رفتار گله‌ای ناشی از همین تفکر فومو هست که دیگران بردن خوردن. پسر خاله من ثروتمند شد، من جا موندم. مثلا پسر عمو، همسایه‌مون خیلی پولدار شد، من جا موندم. و بدون هیچ دانشی و بدون هیچ تفکر و منطقی اجازه میدیم دیگران تصمیم بگیرن. خیلی راحت میریم توی یه کانال رو بالا میاریم، به ما میگه امروز ایران خودرو، من میرم ایران خودرو میخرم و مسئولیت هیچ تصمیمی رو به عهده خودم ندارم. مسئولیت تمامی این حرکت و این تصمیم به عهده کیه؟ اون شخصی که داره اصل داستان رو مدیریت میکنه. در این شرایط کلا تصمیم گیری به عهده من نیست، تصمیم گیری به عهده اون آقای مدیر کاناله که اون داستان در واقع اون تفکر گله‌ای و والدگرایانه رو ایجاد کرده و افراد احساس بدی خواهند داشت پس از شکست. ببینید در رفتار گله‌ای بعد از این که شما ضرر میکنید فقط ضرر نمیکنید. متاسفانه باید یک عذرخواهی میکنم از جمله استفاده میکنم، بجز غم ضرر و حس بد ضرر یک احساس نمیدونم اصول خیلی عذرخواهی میکنم حماقت هم میاد که آدم ها احساس میکنن که وای چقدر من احمق بودم که مثلا وارد این پوزیشن شدم، چرا من به حرف همه گوش دادم، چرا اصلا وارد این بازار شدم، چرا. و این حس خیلی حس بدی هست و میتونه سلسله رفتار ناقصی رو دوباره ایجاد کنه، در واقع اون سیک های ناقص افکار منفی و استرس و اضطراب و مشکلاتی رو که میتونه حتی به صورت روانتنی ایجاد بشه رو برای ما به وجود بیاره. در واقع افرادی که وارد این وادی والدگرایی میشن شونه خالی میکنن از پذیرفتن مسئولیت. خب همه رفتن، ما هم مثل همه میریم ضرر میکنیم، ولی اینجوری نیست دوستان. باید مسئولیت رفتارهامون رو به عهده بگیریم. خب حالا راهکار چی هست؟ باز دوباره راهکار برمیگرده به شاید پندهایی که همه آدم ها، مثلا اگه من صحبتش کنم بعضی میگن خب داری پند میدی، باز چرا داری پند و نصیحت میدی؟ یک بار اون شعر پند از کجا من از کجا پند از کجا رو گفتم، باده بگردان ساقیا. اینکه آگاه باشیم نسبت به این موضوع. ببینید در هر زمانی از زندگی وقتی آگاهی به وجود میاد دیگه اتفاق بد نمیفته. چرا؟ چون آگاهی در جهان هستی تنها اصطلاحاً میشه گفت که تنها چیزی هست که حتی قابلیت تبدیل شدن به ماده رو خواهد داشت، چون جهان هستی تماما از آگاهی و شعور هست. ما اگر نسبت به یک موضوعی آگاه بشیم دیگه نسبت به اون موضوع رفتار اون حرکت رو انجام نمیدیم. به طور مثال شما یک بچه رو میذارید میگید که خب با موبایل بازی نکن، برات بده، برات ضرر داره و این در واقع پند دادنه. ولی وقتی این بچه آگاه بشه نسبت به مضرات این، چشمش درد بگیره یک بار حس کنه و این به نسبت به این مضرات آگاه بشه، این آگاهی خودش میشه یک سدی که دفعه بعدی این حرکت رو اعمال نمیکنه، عمل بهش نمیکنه.
آگاه بودن به اصول این که رفتار گله‌ای یکی از رفتارهای غلط هست. اصول، پایبندی به اصول، تحلیلگر باشیم، خودمون با چشم خودمون ببینیم، با عقل خودمون و با خرد خودمون تصمیم بگیریم. اجازه ندیم دیگران برامون تصمیم بگیرن. تصمیم گیری هامون بر مبنای عقل، منطق و شعور خودمون باشه. تصمیم هامون بر اساس نگاهمون، بر اساس شنیده هامون و بر اساس تفکر خودمون باشه. مسئولیت تریدمون، مسئولیت اون ورودمون به بازار سرمایه، مسئولیت خریدها و فروشهامون، مسئولیت و عرض شود خدمتتون که عذرخواهی میکنم، من یه لحظه موبایلم پشت خطی داشتم و تماس گرفتن. و اینکه باشیم در بازار با خرد باشیم، با دید خودمون، با چشم خودمون و با گوش خودمون تو بازار باشیم. این بحث رو هم من با یک چیز تمام میکنم، یک شعر تمام میکنم و اینکه همه چیز در این شعر گفته شده و بعدش هم باز دوباره پاسخگوی سوالات شما هستم برای چند دقیقه و بعد هم شما رو به خدا میسپارم. چشم داری به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بی خبر. گوش داری ز گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم به رأی و عقل خود اندیشه کن. حتما این رو هم مد نظر داشته باشید. تا زمانی که به تفکر خودمون رجوع نکنیم اسیر رفتار گله‌ای خواهیم بود. باز من در خدمتتون هستم، کامنت ها رو باز میکنم. اگر دوستان سوالی چیزی دارن من در خدمتتون هستم، پاسخگوی سوالات هستم. در غیر این صورت که شما رو به خدا میسپارم. اگر سوالی هست بنده پاسخگو هستم. خب مثل که سوال ندارن دوستان. خب یکی از دوستان درخواست دادن، ریکوست دادن. من اگر اجازه بفرمایید ریکوست جواب بدم ایشون رو. دوستی پرسیدن تلگرام رو چک کنم، چشم من چک میکنم. خب ممنونم هادی جان. بایدن یا ترامپ؟ به نظر من ترامپ. این تحلیل نیست دیگه، این نظر. خب بفرمایید. بورس ایران همچنان به نظر بنده، حالا من اصلا در مورد بورس هم صحبت کنم، ولی خب بورس ایران به نظر بنده همچنان باز این نزول ادامه خواهد داشت تا تکلیف این آقای بایدن ترامپ روشن بشه. و اینکه خب مثل که دوستان سوالی ندارن، چون سپاسگزارم. من امروز قرار بود در مورد دو مبحث صحبت کنم، ولی خب توی تبلیغات زده بودن که در رابطه با فقط بحث رفتار گله‌ای بود، ولی من یه مبحث دیگه رو می‌خواستم صحبت کنم به خاطر این کمی زمانمون دیگه تو بحثش امروز کمتر شد. تحلیل سنتیمنت افرادی هستن که دارن آموزش میدن. من واقعیتش نمیدونم الان استاد معرفی کنم تو این زمینه. حالا تو پی وی بپرسید میتونم در رابطه چرا رفتار گله‌ای همیشه تکرار میشه. چون ما آدما با توجه به اینکه فرمودی آگاهی باعث عدم، چون همون آگاهی وجود نداره و اینکه ما آموزش ندیدیم. عرض کردم تفکر، نوع شکل آموزش ما هادی جان در همش وابسته است به همون والدگرایی. یعنی اینکه سعی نکردیم توی آموزش هامون این تفکر رو ایجاد کنیم که به سمت تحلیل بریم، یعنی که من خودم هم یه بخش تحلیل کنم و به تحلیل‌های خودم. الان ببین الان اکثر افراد، مثال براتون بزنم خیلی راحت، الان اکثر افراد میان توی پی وی بنده میپرسن استاد شما کانال سیگنال داری؟ یعنی چی؟ یعنی ما میخوام دنبال تو باشیم، خودمون نمیخوایم یاد بگیریم، خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم. حالا خب این خودش یه بخشی از اون تفکر است که ما نمیخوایم آموزش ببینیم تو این زمینه. خب دوست پرسیدن یک استراتژی معاملاتی معرفی میکنید، NTD استراتژی تریگر پرایس اکشن. اینا استراتژی های معاملاتی هستن که میشه روشون کار کنید. بیشتر به دنبال استراتژی هایی باشید که بر مبنای رفتار قیمت هست و اینکه حالا این پرایس اکشن جدیدن به خاطر کلماتش هست. اما تحلیل رفتار قیمت الگوی کلاسیک توی مارکت، خیلی دنبال اون
پیچیدگی ها نباشید. پیچیدگی ها به مرور شما رو از بین خواهد برد توی بازار. فرمودید وین ریت مهمتره یا ریسک به ریوارد؟ وین ریت اگر ریسک به ریواردتون 1:1 هست یا شاید کمتر، وین ریت مهمتره. اینکه ما اگر تعداد پوزیشن های سودمون بیشتر باشه قطعا شرایط بهتری رو توی بازار خواهیم داشت. اندیکاتور مدیریت حجم معرفی می‌فرمایید. اندیکاتور مدیریت حجم یکی آقای دیبا طراحی کردن که میتونید ازشون بپرسید. آقای دیبا ما قبلا توی لایو های همین اوپال بروکر داشتیم و باشون در تماس بودیم و از تجربیاتشون استفاده کردیم. میتونید به پی وی خودشون مراجعه کنید و اندیکاتور مدیریت حجم بگید استفاده کنید. خب حتی از با تجربه های بازار. خب والا اون با تجربه، خب ببینید بحث با تجربه رو من یه توضیح بدم در موردش. مثلا خیلی هستن میگن من 10 سال دارم تو بازار کار میکنم، 10 سال اشتباه میکردم. جوابشون اینه اگر من یک مسیر اشتباه رو 10 سال اشتباه میکردم، ببین طرف گفت نماز میخون، گفت 40 سال دارم رو به این ور نماز میخونم. خب این 40 سال داشت نماز میخون، من داشت اشتباه میخون. ببین این نیست که اینکه توی یه پروسه زمانی یه کسی یه کار رو انجام داده باشه ولو غلط ما بگیم این با تجربه است. میتونیم من یه سری از وجه‌های تجربه این شخص استفاده کنیم، ولی قطعا این شخص نمیتونه یک عاملی باشه برای موفقیت ما. چرا؟ چون خود اون با تجربه‌ای که میاد درگیر و اسیر این اتفاقات میشه، خود اون با تجربه اصطلاحاً میشه گفت که یه جای کارش داره میلنگه. چون من خودم 15 سال توی بازار بودم، 10 سالش اشتباه میکردم. خیلی راحت بهتون بگم 10 سالش اشتباه میکردم و اینکه باکی هم ندارم از این دنیا، اشتباه میکردم 10 سال اشتباه میکردم. بعد اینکه دیگه سیگنال فارکس هم میدین، من متاسفانه فرصتش رو ندارم. چرا یه گروه وارد سهم میشن همین گله باعث رشد سهم میشن؟ چرا یه گروه وارد سهم میشن؟ خب این همون جزء رفتار گله‌ای هست دیگه. نقطه مهمتره یا خروج؟ هر دوش مهمه، ولی به نظر من خروج همیشه در بازار مهمتره که من کجا چجور و چگونه با چه احساسی خارج بشم از بازار. سود ماهانه و یا دوره مالی چند درصد؟ دوره مالی رو که شما تعیین می‌کنید، نمیتونیم براش من تعیین کنم، ولی سود ماهانه بین 5 به بالا، حالا 5 به بالا فوق العاده است. ببینید حالا بعضی میگن حتما باید در بازار فایز چند صد درصد سود کنه. اینو همش توهمه. بازار کسی که بتونه شما یه سود مرکب 4-5 درصدی ماهانه داشته باشه، این آدم در آینده سود خیلی خوبی خواهد داشت. از کجا بفهمید راهتون درست؟ این خیلی سخته سوالش. از حستون، احساستون ببینید چی میگه. احساس شما به شما میگه درست فکر میکنید. استراتژی یونیکورن رو تدریس نمی‌کنید. تدریس می‌کردم ولی بنا به دلایلی الان دیگه مدتی تدریسش نمی‌کنم، چون نه که اینکه فقط میخوام مال خودم باشه، یه دلایلی براش دارم. اینکه متاسفانه هر کسی که میاد یه استراتژی رو یاد بگیره، 2 دقیقه وقت داریم، هر کسی که میاد یه استراتژی رو یاد بگیره توی بازارهای مالی متاسفانه یه توقعی براش پیش میاد که بعد از 10 جلسه مثلا مثل بیل ویلیامز ترید کنه، ولی این خبرها نیست. خب باید یه مقداری هم خب فشار کار رو تحمل کنن، یه زمانی هم باید بالاخره برای مدیریت سرمایه، روانشناسی اینا بگذارن. اینکه چون این توقع ایجاد میشه، من هم آدمی هستم که از لحاظ روحی روانی به هم میریزم اگر یه چیزی رو به کسی آموزش بدم بعد ببینم طرف نمیتونه ازش استفاده کنه، بلکه بابتش هزینه هم پرداخت کرده، حس بدی بهم دست میده و همین خاطر نمیخوام این حس رو داشته باشم. آموزشم رو فعلا در حال حاضر کنسل کردم. اینم در رابطه. متدهای خطی رو تحلیل میکنید. منظورتون چیه؟ هم خط روند و خطوط استاتیک و چیز؟ اگر نظرتون اینه بله بازارها بر روی لبه ها و سطوح هستن که حرکت میکنن. شما هیچ اینتربانک، هیچ بیگ بویز رو در بازار نمیبینید که مثلا ایچی کار کنه، مثلا نمیدونم بگید الیهود کار کنه. ما بر روی لبه ها و سطوح هست بیشتر شده خودشون اوردرهاشون رو میچینن. تحلیل سنتیمنتال چیه و کوتاه مدت یا تحلیل سنتیمنتال بیشتر بر مبنای حرکات قیمت بر روی زمانها و سیکل‌های حرکتی زمانی و اون اکولوبریوم قیمت به دور یک محور میشه در واقع سنتیمنتال. و اینکه این تحلیل یا اینکه بر مبنای همون حجم‌های ورود و خروج در بازه و زنبازه‌های مختلف و در لحظات هست که
عرض کردم من روی تحلیل سنتیمنتال تبحری ندارم که بخوام در موردش نظر بدم. تحلیلی که فرمودید مبتنی بر رسم خطوط باشه عرض کردم اوکی، از نظر من بد نیست. قبلا هم عرض کردم ببینید هر جا هر تحلیلی که به شما سود میده، عرض کردم اگه یک گلدون کشیدید روی چارت، این چارت تونست این گلدون برای مدت متوالی طولانی به شما سود داد، بهترین تحلیل در همون تحلیل گلدونی، هیچ بحثی هم درش نیست. خب مهم استفاده و کاربرد دیگه، شما بتونید به بهترین نحو از یک ابزاری استفاده کنید. حالا این هر چی میخواد اسمشو بذارید، تحلیل گلدونی بذارید. اگر هم نشد، موفق نشد، خب دیگه باید برید دنبال استراتژی دیگه. نوسانی از بولینگر میشه. عرض کردم ابزارهای معاملاتی ابزارهای کمکی هست. به شرطی که شما بتونید رفتار قیمت رو تحلیل کنید، هر ابزاری میتونه به شما کمک کنه در سودسازیتون در بازار. به این شکل میتونید از بازار کسب سود کنید. و اینکه خب وقتمون تموم شد. یه سوال دیگه اگه باشه من در خدمتم و بعدش اینکه برای همه شما دوستان عزیز یک صحبتی که تقریبا خب سوال آخر رو به جواب بدیم. و آموزش شما بر چه مبنی است؟ ببینید آموزشی که در سایت اوپال توسط بنده انجام میشه پیشرفته است، یعنی اینکه از مبتدی تا پیشرفته است و اینکه حداقل چیزی که افراد یاد میگیرن توش این هست که میتونن دیگه استراتژی داشته باشن، میتونن مدیر سرمایه چیه، روانشناسی بازار چیه و اینکه میتونن در بازار حداقل تصمیم گیری ها رو توی بازار انجام بدن. این آموزش است. NTD گفتم، روش NTD که از روش‌های بیل ویلیامز هست که میشه ازش استفاده کنیم. خب امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه، سلامت باشید. برای شما دوستان عزیز از خدای بزرگ آرامشی میخوام فرای تصور. انشالله شاد باشید و خدا نگهدار همتون باشه.